ای مهر دختر نارواست برد، کوتاه برد بگویم. بسیار مردما 5 دختر که داشته باشه منتظر است. برو رایبارا، برو بیا کی یک پیسه داره که گیر کرد باز دیگه پرسان نمیکنه. 5 لکی را که پیدا کرد باز دختر ده 5 لکی میته، باز دیگه چی میکنه؟ سر 1 لکش دکانه گراو کو، ده 1 لکی دیگه زمین گراو کو، 2 لکش باز چی میکنه؟ میگه ما اجمیرم لونگیرم خو شخ بسته کو، شفشم خو بالا قرقره بسته کو. حاجی صاحب هستی؟ خدا انصاف با تصرف مهر دختر تو حج کردی، نارواست برد، در حق دختر خیانت کردی. بچه مسلمان در بدر که در دستی تو که 5 لک مهر ماندی. اکثر جوانای ما در ایران پودری شد. چرا پودری شد؟ دستی تو شد. اگر تو قناعت میکردی، اگر تو رضایت دختر میگرفتی، همون مهری که شریعت ذکر کرده بود، همون مهره که ذکر میکردی، امروز جوان ما همینجا مردی کاری میکرد، پیسه را پیدا میکرد. جوان میگه وا بچه چرا ایران میری، ترکیه میری، خطر داره، نرو، یک سوغات پودر برای ما میاره دیگه. تو همینجا خوب هستی، تو نیروی ما هستی، تو قوت ما هستی، تو مجاهد ما هستی. جوان میگه دیگه یه چاره نمیشه، مجبور هستیم ایران ترکیه میریم پیسه پیدا کنیم زن بگیریم. دوستا علت کجا بود؟ و پدرها کوشش بکنین که در حق دخترها و بچه‌تان ظلم نکنین. بله بعد چی میگه؟ والا دختر بخشش کرده، خوب بخشش کرده، او بیچاره را تو در یک جور کالان این نمیمانید، تو بخشش میکنه. من بخشش او وقت بخشش میگم که عروسی دختر تبوکو کل گپاش خلاص شد، 1 لک و 1 لک اضافه کرده، در دختر بودی بگوی نه توسته باز بخشش بکنه برات. اوخ بیچاره پشتو بندی است.